جیک کارگیل 31 ساله، استاری که چند سالی هست توی کمپانی الیت تقریبا جای خودشو پیدا کرده و تبدیل به ستاره شده. هفته گذشته شایعاتش اومد که داره به بستن قرارداد با WWE نزدیک میشه. ابتدای این هفته بود که خبر بستن قراردادش با دبل تایید شد به صورت رسمی. از اونجایی که ستاره خفنیه، خیلی شایعات درباره‌اش هست که کجا قراره بره، چه اتفاقی قراره براش بیفته، با کیا قراره استوری داشته باشه. درباره برندی که قراره فعالیت بکنه اسم راو بیشتر به چشم میخوره. باید ببینیم که در آینده چطوری میشه.